قبل از اینکه بیایم مباحث مربوط به آموزش هک رو شروع بکنیم، شاید بهتر باشه که بیایم بررسی بکنیم که آقا اصلا هک چیه یا یه هکر کیه. این دوتا کلمه همیشه ترسناک بوده برای شرکت‌های خیلی خفن برنامه نویسی و این شرکت‌های خیلی بزرگ با این قشر از جامعه یا این قشر از برنامه نویسا سعی میکنن خیلی شوخی نکنن تا لجشون رو در نیارن اصطلاحا و نیان برای شرکت خودشون حمله‌های امنیتی بخرن. اغلب هم میان یه سری جایزه تعیین میکنن که آقا مثلا اگر تونستید سایت ما رو هک بکنید ما فلان قد بهتون جایزه میدیم، برای اینکه بتونن باگ‌های امنیتی سیستمشون رو پیدا بکنن. خیلی کم میبینید یه شرکتی بیاد ادعا بکنه که آقا شرکت ما، سایت ما کاملا غیر قابل نفوذه و ممکن نیستش که هک بشه. اما ما چند دسته هکر داریم. یک سری هکرهای کلا سفید هستن، یک سری هکرها کلا سیاه هستن و نوع دیگه هکرها که الان به صورت جزئی توضیح میدیم. هکرهای کلا سفید اغلب هکرهای خوبی به حساب میان که میان کارشون اینه که بیان یک سیستم یا یک سایت رو از نظر امنیتی بخوان چک بکنن و بگن که آیا مثلا این سایت قابلیت نفوذ داره، قابلیت نفوذ نداره. میان درصد امنیتی اون سایت رو چک میکنن. همه هکرها هم آدمای بدی نیستن. یه دسته از اون هکرهایی که آدمای خوبی به حساب میان هکرهای کلا سفیدن. اما هکرهای کلا سیاه دقیقاً نقطه مقابل هکرهای کلا سفیدن. اساساً کارشون نفوذه، اساساً کارشون سرقت اطلاعاته، اساساً کارشون تخریبه و شاید یکی از راههای درآمدشون هم همین نوع هک باشه. یه نوع دیگه هکر هستن به اسم هکرهای کلا صورتی که اطلاعاتشون در حد یه هکر کلا سفید یا کلا سیاه نیستش و معمولا با استفاده از برنامه هایی که ساخته شده میان هک میکنن. اسم خودشون هم گذاشتن هکر. این دسته از هکرها صرفا دارن از ابزارهای ساخته شده استفاده میکنن و نمیتونیم بگیم که مثلا این جزو هکرهای خیلی حرفه‌ای هستن، اما به هر حال جزو افراد خطرناک به حساب میان و موقع طراحی سایت ما باید حواسمون باشه که این دسته هم قابلیت نفوذ رو دارن. یه دسته دیگه از هکرها رو داریم به اسم هکرهای کلا خاکستری که اغلب هدفشون تخریب نیستش، هدفشون برای تفریحه. مثلا میرن یه پیج اینستاگرام رو هک میکنن، شروع میکنن مثلا دایرکتایی که وجود داره رو دونه دونه پست میکنن، لو میدن. قصدشون خیلی مثلا تخریب شرکت خاصی نیستش، قصدشون تفریحه. حالا احتمالاً توی فیلم ها دیدید که هکرها چه شکلی هن. مثلا توی فیلم دیدید که توی اتاق تاریک اغلب نشستن، یه عینک ته استکانی هم دارن رو مانیتور یه چیزایی رو میخونن، تایپ میکنن، اغلب هم فونتشون سبزه، تق 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 کیبورد رو فشار میدن. 10 دقیقه بعد مثلا این سایت اف بی آی هک شده. خب این توی سینما خیلی چیزه قشنگیه، ولی خب در واقعیت راستش نمیشه با این غلظت به این قضیه نگاه کردش. توی سینما قضیه فرق داره. مثلا میبینید توی سینما ماشینی که چپ میکنه غیر ممکنه 2 دقیقه بعد اون ماشین منفجر نشه، ولی خب توی واقعیت اینطوری نیستش دیگه. الان داغون ترین و قدیمی ترین ماشینا هم این سیستم رو داخلشون دارن که وقتی یه ضربه ممکنه بهشون وارد میشه سیستم برق ماشین قطع میشه و خب جلوگیری میکنه از انفجار. خیلی احتمال انفجار رو کم میکنه که توی سریال ها این گونه نیستش. هک هم یه چیزی شبیه همین مسئله هستش، ولی نمیتونیم با این غلظت بگیم که مثلا شما 2 دقیقه نه 10 دقیقه نه نیم ساعت شروع کنید کیبورد فشار دادن و مثلا بعد از نیم ساعت چه میدونم نصف بانک‌های تهران تونستید هک کرده باشید.